عزیزان بیننده هر جا که هستید انشالله شاد باشین. اما رسیدیم به بخش پذیرایی، پس دقت کنید لطفاً. مهمان من در این برنامه خانه شامل سال 1355 تهرانی، اصلیتشون هم اتفاقا به تهران برمیگرده، راست دست هستن. غذای مورد علاقه ایشون میتونه هر چیزی باشه، اما در کنارش باید سیب زمینی باشه. اگه باشه میشه غذای مورد علاقه مهمان امشب. حالا سیب زمینی هم از هر نوعش. میوه مورد علاقه توت فرنگی از سال 73 با سریال ساعت خوش وارد عرصه بازیگری شدن به کارگردانی جناب مهران مدیری با فیلم آژانس شیشه‌ای ساخته جناب حاتمی کیا، ابراهیم حاتمی کیا، به عرصه سینما وارد شدن. رشته در واقع فارغ التحصیلی ایشون هم رشته کارگردانی است و این که در سریال کلانتر 2 نقش یک نقش اصلی داشتن و در سریال کلانتر 3 نقش یک این سریال رو بازی کردم و در نهایت سریال شهر دقیانوس، ستاره های سربی، کار اجرای محمد رضا آهنج و بسیاری کارهای دیگه. مهمان من سرکار خانم مژگان ترانه. خانم سلام. ارادت، خیلی خوش آمدید خانم ترانه. متشکرم، خیلی خوشحال شدم دیدمتون. بزرگوارید، ممنونم. یه سلام علیکی با مردم داشته باشین لطفاً. سلام عرض میکنم به بیننده‌های عزیزمون توی خونه، هر جا هستین خوب و خوش باشین ان شاءالله. خیلی متشکرم. سال 73 با مهران مدیری آشنا شدین و در واقع شما یکی از اون چی شد که با کار طنز کارتون رو آغاز کردین؟ والا خیلی اتفاقی من وارد اون کار شدم. آقای مهران مدیری اصلا منو ندیده بودن. در واقع من از طریق تهیه کننده اون سریال باشون صحبت کردم، خواستم وارد اون کار بشم. آقای احمد سمنانی که بعداً هم باشون یه سریال دیگه به اسم خواب زمستانی کار کردم سالیان بعد. بله. ولی اونجا دیگه منو اول ایشون انتخاب کردن، بعد آقای مدیری منو دیدن و اوکی دادن که پس نمیخواستین که حتما با کار شاد و طنز وارد بشین، اون دیگه هرچه پیش آمد بود که نه صحبت من این بود که کار کنم. من تو تئاتر کار میکردم و اینام دیدن که من خب بازیگر تئاتر بودم اون زمان، منو انتخاب کردن به دلیل اینکه خب کار فاخری تو تئاتر داشتم. بله. بعد دیگه آیتمایی هم که من ضبط کردم یک دونه‌ش هم پخش نشده متاسفانه هنوز از تلویزیون. همشون رفته تو آرشیو شبکه 2. 17 تا آیتم تقریبا ضبط کردیم ولی هیچ کدومش پخش نشده از تلویزیون. درک و خواندایی بود، نمیدونم خیلی من کم سن بودم و در واقع کار ساعت خوش کار ساعت خوش بله، چون کاری بود که خیلی دیده شدن توی اون کار. بله. ولی شانس من این نبود که دیدشم توی اون کار. شما چند سال بعدش عوضش سال 76 3 سال بعد وارد آژانس شیشه‌ای شدین آقای ابراهیم حاتمی کیا. اونجا به چه شکلی وارد شدید، معرفی شدید؟ من اصلا کلا بعد از سریال ساعت خوش دوباره برگشتم به تئاتر. کار می‌کردم تا آقای رضا شالچی اومدن منو برای سریال هفتمین صفحه نقش اولش انتخابم کردن. بعد اون سریالی که کار کردم دیگه پشت بنده هم همینجور وارد تلویزیون شدم. سریال آقای ایستگاه آخر آقای عسکری نسب. بله. خدمتتون بگم سریال شرکت آقای عبدالله باکیده با آقای قاسمی جامی یه سریال کار کردم، نقش اول زنش رو به اسم حسین فهمیده، محمد حسین فهمیده، شهید فهمیده. خدمتتون بگم که خیلی کار داشتم تا قبل از آژانس. اینطوری نبوده که بیکار باشم. تئاترم مرتب کار میکردم تا اینکه دیگه بهم زنگ زدن و یعنی در واقع اومدن توی سینماتون. بله اومدن توی دانشکده باغ فردوس. در واقع یکی از دوستان ما بهمون گفتن که آقای آتیلا پسیونی دارن کاستینگ کار آقای حاتمی کیا رو انجام میدن برای آژانس شیشه‌ای. دیگه اومدن با من صحبت کردن و من خیلی راحت، البته من برای نقش زن در واقع حبیب رضایی، برای نقش زن در واقع بیتا بادران اونجا رفتم. منتها آقای حاتمی کیا فرمودن که چهرهش یه مقداری من چهره شهرستانی میخوام، نمیتونم اینو بذارم اون نقش یکی از کارمندای آژانس هواپیمایی رو به من دادن که اون نقش بازی کردم. بعد با آقای کیانیان که اتود میزدیم هی نقش من زیادتر شد، یعنی تمام اون کسانی اون که نقش که گفتید به یک تیپ که به شهرستان بخوره، منظور جنوبی ها رو مایل بودن یا یک خانمی که باز چهرهش به شمالی ها نزدیک باشه؟ نه مشهدی، یه خانمی که در واقع به مشهد بخوره که شما برای اون نقش مناسبش نبودین و برای یکی از اون نقشایی که تو آژانس هواپیمایی اون اتفاقات. دقیقاً به خاطر اینکه نه به لحاظ اینکه نمیتونستم لهجه بگیرم یا کار نکنم. اصلا اینطوری نبوده، کارهای لهجه دارم داشتم، ولی
صحبتشون این بود که چهره رو من اصلا میخوام فیزیکش یه فرم دیگه باشه، صورتش. متوجه شدم. بله. خب پس شما فیلمو حالا در همه این سه چهار تا شما خب به هر حال فعالیت خوبی هم داشتین، چه تئاتر، چه سینما، چه سریال های تلویزیونی. کدوم بیشتر مایلید یا کدوم بیشتر دوست دارید؟ والا هر کدومش یه مدل، یه فرمته. دقیقاً من عاشق تئاترم، یعنی منو بکشنم باز دوست دارم برم تو دنیای تئاتر. چرا علت خاصی داره؟ چون تئاتر که پول خاصی که نداره. پول که نداره واقعا، تمویلش هم که خیلی زیاده. بله. آیا بازبینی قبول بشید یا نشید؟ قبول هم بشید نهایتا 10 روز تا 20 روز میخوام به ماها سالم بدن. دقیقاً همینطوریه. ولی ما حال دوست داریم، این ارق است. تئاتر به خاطر اینی که در واقع شما همه چیز رو صحنه تجربه میکنید و باید اون لحظه انقدر حضور ذهن داشته باشید که هیچ چیزی رو فراموش نکنید. یه توپق بزنید همه میخندن تو سالن و همه چیز زنده است. به خاطر همین خیلی سخت میشه کار. به این دلیل هم هر کسی نمیتونه وارد تئاتر بشه. یعنی بیشتر بچهای سینمایی که بودن و اومدن توی تئاتر خودشون محک زدن، دیدن نمیتونن کار تئاتر کنن، مجبور شدن که برن بیرون. ولی خیلی از بچهای تئاتر که وارد سینما شدن خیلی راحت کار کردن، به دلیل اینکه الفبای کامل سینما رو اول توی تئاتر باید پیدا کنید. توی تئاتر بهتون یاد میدن چجوری راه برید، چطوری حرف بزنید، چطوری نفس بکشید، چطوری قهقه، همه چیز اونجا به شما یاد میدن و شما میتونید جلوی دوربین سینما کمرنگش کنید. حالا دارید مثلا اون نقش کم قلف شده بازی نکنید، بادی لنگویج مثلا به قول معروف زبان بدنتون رو کم همینه دیگه. وقتی وارد سینما میشن تا بخوان براشون عادی طبیعی بشه، خود بازی ها درشته، چون که بازی هایی که در الان در تصویر مدیوم شات بنده که هست، اگه من بخوام یک کار درشتی رو، یک تعجب درشتی رو، خب دیده میشه، چون شما کاملا درکش میکنید. اما در صحنه تئاتر من دارم با ادبیات بسیار بسیار بیسیک در واقع صحبت میکنم که برای همه عموم جامعه قابل درک باشه. نفر 300 مثلا 20 ردیف صندلیه، خب اون نفر آخر که نمیتونه بازیگر رو ببینه، اگه بخواد یه بازی زیرپوستی خیلی درونگرایی رو بخواد، مجبوری خود درشت‌تر بازی بکنه که اون نفرات آخر به راحتی درکش کنن، ببیننش. اما در سینما خب به این شکل نیست و ما این رو باید به قول خانم کمرنگش بکنیم یا کمترش کنیم، به قول کارگردان این سینما، که برای مدیوم سینما در بیاد. یا هر کاری، نمایشنامه رادیویی هم باز همینطور. بسیار اسطوره‌هایی رو داریم در رادیو که خیلی کار درست، خیلی خوب، ولی در وقتی وارد عرصه‌های دیگه میشن شاید زیاد جالب نباشن یا خیلی خیلی اتفاقا قوی باشن. هر کاری مدیوم و تخصص خودش رو داره. خانم اگه اجازه بدید ما بریم نمک دو رو بخش خانم شریفی رادیو ببینیم و بعد برمیگردیم خدمت شما خواهم بود. در خدمت. سلامت باشید بینندگان عزیز. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. چیزی رو 10 دقیقه یک رو دیگه با هم 30909 رو اصلاً فراموش نکنید.